سلام رفقای گل، حالتون چطوره؟ من کاکتوس علی وایتی هستم و خیلی خوش اومدین به اولین ویدیوی چنل. این ویدیو راجع به چیه؟ این ویدیو راجع به آیتمای جدید و خفن و خیلی گادیه که قراره تو همین چند هفته اخیر وارد گیم بشه و شامل دنس و گان و ست و اینا هم میشه. امیدوارم که از ویدیو خوشتون اومد حتما کانال رو ساب کنید، یه کامنت انگلیسی بذارید تا کامنتتون حذف نشه و انرژی بدید و زنگوله کانال رو بزنید تا هر وقت ویدیو جدید گذاشتم با خبر بشید. هر سه شنبه و هر پنج شنبه ویدیو جدید داریم و امیدوارم که از این ویدیو خوشتون بیاد. بریم سراغ ادامه ویدیو. لیتس گو. خب رفقا، ما الان اومدیم داخل ویش لیستامون تا بریم آیتمای جدید رو ببینیم. اول از همه از این اسنایپ شروع میکنیم و همه چیزشون هم کامل بررسی میکنیم. اولین چیز این اسنایپ خفنه که میبینید. این اسنایپ هم قراره که تو همین چند روز وارد گیم بشه. فکر کنم داخل همین هفته وارد گیم میشه. اگه اطلاعاتی بیشتر هم میخواید بیاید داخل کانال تلگرام که لینکشو داخل دیسکریپشن گذاشتم. از اونجا میتونید اطلاعات کامل راجع به همه ایونت هایی که میذاریم و چالش هایی که میذاریم و حتی فایل ست هایی که میذاریم، مثل همین فایل ست ایپاپی که خودم گذاشتم. چالش میذاریم، بعد مثلا به برنده فایل ست میدیم و همه چی شامل خیلی جذاب مختلف. از دست ندیدین چالش ها رو، چون که هرچی هم باشه به دردتون میخوره. پس چنل تلگراممون هم جوین بدید. اولین چیزی که دیدیم همین اسنایپ خیلی خفن بود که واقعا هم خوشگله و خیلی اسنایپ خفن و گادیه و پاوراش هم که 2 خط ریت و 1 خط ریلوده که میشه گفت یکی از بهترین اسنایپ های بازی. آیتم بعدی که میخوایم ببینیم یه دنس خیلی وقت میشه فقط اینم بهتون بگم که این دنسی که الان دیدیم با لباسش که شامل این لباس میشه و لباس دخترانه شامل این میشه که لباس دخترانش رایگانه و این ایونت اسم ایونتشو فکر کنم ترابل نایت بود. این ایونت جمعه صبح ساعت 5 صبح وارد گیم میشه. اگر میخواید جاماتون رو نگه دارید اینو بگیرید که ست دخترانش هم رایگانه و خیلی ست خفنیه. آیتم بعدی یه دنس وروده. ببینید بله، این دنس ورود هم دیدیم با هم که واقعا دنس خفنیه و اینم به این ایونت مربوط میشه دیگه. به این ایونت مربوط میشه که واقعا هم ست خفن اینم قرار به زودی وارد بازی شده بشه و فکر کنم برای بعد آپدیت هالووین باشه. نمیدونم حالا تاریخ دقیقشو کی، ولی گفتم که باز اگر میخواید دقیق تاریخ همه چیزا رو بدونید بیاید داخل تلگرامم که لینکش داخل دیسکریپشن هست. و دنس بعدی میبینیم ولی صدا نداره این دنس کلا. حالا آیتم بعد چیه؟ آیتم بعد این ست هم خدا وکیلی خیلی خفنه و این ست هم احتمال دادن که همراه این ست باید بله، این ست هم دیدیم که اول لباسشون دیدیم که چقدر بلیشت میاد. بله میبینیم اینو. بعدی شلوارشه که اینم شلوارش هم خیلی شلوار گادیه. بعدی این کفشه و این ماسکش خدا وکیلی خیلی خفنه. آیتم بعدیش هم این موش واقعا یکی از آیتمای خوبشه. بعد لباسش موش خیلی خفنه. این لباسش تقریبا مثل چیز میمونه،
مثلا همین لباس جاستین بیبر هست، اون کاراکتر تقریبا مثل اونه و به همه شلوارا میاد، تقریبا به شلوار قلبی و به یه شلوار هست مثل شلوار هیپ هاپ و رایگانه، اونم به اونم میاد که برای اکانتای که تا حالا خیلی جمع نخوردن خیلی میتونه خوب باشه. و ست کاملش که الان 148 کیلو ست خودش هم بریم با هم همه جاشو بررسی کنیم. این از شلوارشه که شلوارش با کفش هیپ هاپ باگ داره و انگار رفته تو هم، ولی یه انیمیشنی هم داره شلوارش اگه ببینید که اینم کلا 199 نفر لایک کردن که ما هم لایک میکنیم بشه 200. و یکی از آیتمای فکر کنم اصلیش و خفنش هم همین موش باشه. کله‌شو میبینیم که خیلی هم زیباست و چیز واقعا خفنیه. بعدی هم این کفشه و یکی از چیزای دیگه هم این دست با هم میبینیم و فکر کنم این هم شانسی باشه آخه، چون مثلا الان این درصدش فرق میکنه. ببینیم آره الان فکر کنم درصدش فرق دوره ببینیم. نه فرق نمیکنه چرا. بعد اینم از این جارو پرنده، اینم قرار تا جدید بیاد که همین چند دقیقه پیش که گذاشتم داخل گوشم برای ویدیو حدود 99 لایک داد، الان 103 تا لایک داد. آیتم بعدی همینه که نوشته بود نیو ولی الان اومده، نمیدونم فکر کنم همین الان اومد، چون من بازم میگم که چند دقیقه پیش داشتم برای ویدیو آماده میکردم. نوشته بود نیو، اینجاش نوشته بود نیو، اینجا اصلا بخش استور رو نداشت، نوشته بود نیو. حالا ببینیم با هم بررسی کنیم. از لول یکشه که کلا بگ خاصی نیست و خیلی خفن و شاخ نیست. بعدی ست بعدی که میخوایم کامل بررسیش کنیم این ست، میبینیم با هم 850 تا ست لباسش لایک داره و لباس کاملش هم 62,000. بعدی این کلشه که واقعا خیلی گاده، یه پاندایی که داره نمیدونم چیه علفه چیه میخوره. بعدی همین کفشی که کفشم خیلی به شلوار هیپ هاپ میاد، ناموسا خیلی قشنگه. بعدیش این شلواری که شلوارشو نیستم راستیتش خیلی شلوار خفنه، این که خیلی و لباس شلوار 712 تا، این هم شلوارش که 93 تا، کفشش هم 74 تا. یه مو هم داره که واقعا موش خیلی خفنه، احتمالا اگه کسی بگیره برای موش میگیره چون موش واقعا خیلی خفنه. لباسش خیلی خفنه اگه الان ببینید خیلی به این شلوار نمیاد و حتی باقی هم داره، مثلا شما بخواید بدوید میره به شلوارتون میخوره، یه جور بدی میشه. چیز بعدی هم این شلوار هری جدیده. رفقا اینا بهتون توضیح بدم که تیزره این ست داخل چنل تلگرام هست. این فکر کنم برای یه ست فوتبالیه اگه اشتباه نکنم، برای یه ست فوتبالیه که قراره به زودی اینم وارد گیم بشه و اگر میخواید ست کاملش هم ببینید گفتم که بیاید داخل چنل تلگرامیمون که لینکش تو دیسکریپشن هست، اونجا کل ستش هست و به نظرم من اگه خودم مثلا بخوام صبر کنم تا این بیاد یه 2 هفتگی چیزی میذارم چون اینو بگیرم، چون این ست واقعا ارزش گرفتن داره همونطور که شلوار هریشو میبینید. و آره همون برای ست فوتبالیه و لباسش هم مثل همین یه لباس بود با لباس پوما اومده بود، مثل اونه تقریبا لباسش. و رفقا همه چیزم که با هم دیدیم و اگرم پارت 2 این ویدیو رو میخواید لایک این ویدیو رو به 10 تا برسونید و حتما اینم بهتون بگم که من نمیدونم چرا اینا لود نشده، فکر کنم برای فیلتر شکن. اینم بهتون بگم که
در آمار 100 تایی یه کاستوم جایزه داره خیلی خفن داریم که جایزش هم 110 جون با آیدیه و خبرای بررسی و ایناش هم داخل چیز بهتون میگم، داخل هم تلگرام که لینکش داخل دیسکریپشن هست. اد ندید لطفاً. داخل دیسکریپشن هست، برید اونجا جوین بدید، کلی خبر و چیزای جدید میذاریم، چالش هم میزنیم و اگر فایل ست هم میخواید فایل ست درخواستی هم بیاید داخل پی وی بهم بگید براتون میاریم. و اینم فایل ستی که خودم زدم و در آمار 50 تایی چنل تلگراممون براتون تو تلگرام میذارم، بیاید اونجا جوین بدید، همه چیزی هست. فعلا تا یه ویدیوی دیگه یادتون نره کامنت انگلیسی که کامنتتون پاک نشه بهتون ادامه حمایت کنید، سابسکرایب و لایک. خیلی عشقی، دمتون گرم، مرسی که تا آخر این ویدیو رو نگاه کردید. تا یه ویدیوی دیگه فعلا خدا نگهدار.